حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حضرت میگه در میان مهاجرا در مدینه منوره یک مرد بود، ما او را مهاجر ام قیس میگفتیم. چرا؟ این مرد وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی او به مدینه هجرت کردن نه آمد، اما به یک زن عاشق شده بود. او زن ام قیس نام داشته است، تخلصش ام قیس بود است. وقتی که زن خواستگاری کرد، زن گفت در صورت من ترا به شوهری قبول دارم که هجرت کنی. برای نکاح ام قیس از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت کرد. از همین خاطر ما او را میگفتیم مهاجر ام قیس، مهاجر خدا و پیغمبر نه. اما چنانه که علامه قسطلانی صاحب ارشاد الساری که یکی از شروح معروف بخاری است آورده است، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى، اعتبار کرده می شود لفظ عامه، یعنی همه حدیث به همه داخل دارد. در بسیاری عمل ها وقتی که نیت میگیم فرض است، سنت است، دلیل و حجت همه حدیث می شود. حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت کرده است، یگان صحابی دیگه این را روایت نکرده است. پس این حدیثی غریب است، هم متنا و هم سندا متفقا علیه است، اما حدیثی غریب است. یک راوی یک صحابه او را روایت کرده است. ببینید عمل چقدر اعتبار داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. هر عمل وابسته به نیت است. به هر نیتی که عمل کردی همون اجر ثواب میگیری. اگر به مسجد به خاطر خواندن نماز، به خاطر شنیدن امر معروف آمدی، اجر ثواب خواندن نماز و شنیدن امر معروف میگیری. اگر به مسجد برای تحقیق آمدی، برای خبرگیری خیش تبارو یار و رفیقات اومدی، با تا همین قدر ثواب میرسه. عزیز زیاد نه. آنچه آدم میکند بوزینه هم آن کند که از خلق بیند دم بدم. مولوی میگم همین کاری را که آدم میکنه میمون هم میکند، خمراس میشوه، رقص بازی میکنه، در صف نماز میتونه بیسته، رکوع و سجده کند. آنچه آدم میکند بوزینه هم آن کند که از خلق بیند دم بدم. او گمان دارد که من کردم چو او، فرق را کی داند آن استیزه رو. بیچاره میمون میگه که او همین کاری را آدم میکنه منم کردم میتونستم که. از کجا میدونه که چقدر تفاوت است؟ آن منافق با موافق در نماز از پی استیزه آید نه نیاز. همین منافق با موافق در یک صف میستن، یکیش به خاطر خدا میآید، یکیش به خاطر شر و شور، سخنچینی، عملی بد کردن، نسبت اهل نماز یک سخن ناسزا گفتن و پهن کردن. آن منافق با موافق در نماز از پی استیزه آید نه نیاز. پس موافق اجر ثواب نماز میگیرد، منافق فقط پیروی شیطانه. انما الاعمال بالنیات. همه چیز خوب درک کنه برادرای عزیز. هر کاری میکنه به خاطر خدا و به خاطر پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کنید، و الا از ثواب از اجرش محروم میشوید. هر عملی داشته باشیم باید به خاطر خدا باشه. خب حدیثی غریبی سندن نه متنن، حدیثی را میگویند که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک ایده روایت کردند، اما در طبقه تابعین، طبقات تابعین ما گفتیم که 4 طبقه بود، در یکی از طبقات تابعین همون حدیث فقط یک شخص روایت کرده است. پس این حدیث نسبی است. حتی امام ترمذی در بینش فرق گذاشته است. وقتی فرق گذاری میکنه میگه که غریب من هذا الوجه، یعنی از همین وجه غریب است، نه از اون وجه که فقط یک صحابی روایتش کرده است. مثالش حدیث متفق علیه است. امام بخاری و امام مسلم روایت میکنن در صحیح هایشان از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که هنگام شنیدن صدای اذان میگوید اللهم رب هذه دعوت تامه، پروردگارا تو که صاحب این دعوت تامه هستی، صاحب این صلات قائمه هستی، بر محمد صلی الله علیه و سلم وسیله را عطا کن. وسیله یک موضع مخصوص است، بزرگترین مکان در فردوس اعلی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت خداوند او را فقط به یکی از بنده هاش عطا میکند و من امید دارم که همون بنده من باشم. پس ما وقتی که دعا میکنیم بعدی از آن گفتن پیش خدا التجا میکنیم که خداوند و همون وسیله را به پیشوای ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هدیه فرما و فضیلتش عطا کن و درجه محمودی که فردا روز قیامت صاحب شفاعت عظما میگردد براش هدیه کن. هر کسی همین دعا را میکند بعد شنیدن از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم به او مرد وعده و بشارت داده است که شفاعت من بر او حلال میگردد، یعنی واجب میگردد. فردا روز قیامت من شفاعت او بنده را به عهده میگیرم. خوشا به حالش. پس ببینه که بر وقت آمدن صدای اذان در مسجد گوش کردن چقدر فضیلت ثواب دارد. این فقط به نماز جمعه تعلق ندارد بلکه به تمام نمازهای پنجگانه تعلق دارد که قبل از اذان گفتن باید ما و شما با مسجد داخل شویم. خب این در موضوع حدیثی غریب بود. غریبی دویمش گفتیم حدیثی غریبه که سندن است نه متنن. چرا؟ امام ترمذی وقتی که همین حدیث در جامع السننش میارد در پایانش ذکر میکند لا نعرفه الا عن طریق شعیب ابن ابی حمزه عن محمد ابن منکدر. ما همین حدیث فقط به همین یک طریق میدونیم. شعیب ابن ابی حمزه از محمد ابن منکدر روایت کرده است، یعنی در همین طبقه تابعین شعیب ابن ابی حمزه خودش تنها که هست. پس حدیث غریبی نسبی شد. خب اکم میگذاریم حدیث قسمت دوم حدیثی خبری واحد ده. حدیث عزیز، کلمه عزیز صفت مشبه است. در لغت به دو معنی می آید برای که از دو باب فعلی است. اگر از باب فعل یفعلو گیریم عز یعز، عزیز به معنای نادر می آید کم. اما اگر از باب سمع یسمعو بگیریمش عز یعز، در اون صورت به معنای شدت قوت می آید، یعنی قوی شدید غالب. یک بزرگ گفته است دانا به هر دیار عزیز و مکرم است، لعنت بر آن دیار که دانا بود عزیز. شخصی که از قواعد زبان به خبر است حیران می شود که در یک جا میگه دانا عزیز است و مکرمه، در جای دیگه با خودش گفته است که در دیاری که دانا